یک تروریست به نام مردان با ما به تماس شده. قماندان صاحب شما باید باشین. خب راجع به یک چشمه و تورنکان گپ زده. قماندان صاحب خواست میره براتون بگویم. با افسر نگهبان مو منطقه گپ زده. قماندان صاحب وقتی دیده درباره کان بزرگ گپ زده، ضبط مکالمه رو به ما روان کرده. درست است، میشنوم. ما مردان کیسکن است. قماندان دوخان است. میخوایم راش. آرام باش تورن، شور نخو. ببین حالا دیگه از سیر مستی. شاید خودم روزا پشت تلفن منتظر جوابت میشیشتم، اما این کار رو نتونستم. دختر مست باران جان، ما به مسائل خانوادگی زیاد توجه نمیکنیم آقا حکام. میفهمی که کارهای زیاده داریم که انجام بدیم. من براتون زنگ میزنم. خوب است.